مجدد در خدمتتون هستیم با بخش بعدی وبینار. در این بخش در خدمت جناب آقای مهندس سینا خلیلی هستیم، مدیر توسعه بخش نرم افزار. ازشون دعوت میکنم سلام و احوالپرسی دارن انجام بدن تا بعد از این در خصوص عملکرد بیزها تابستون بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم. خواهش میکنم. ممنون از شما. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه همکاران عزیزی که دارن ما رو دنبال میکنن. خیلی خوشحالم که دوباره این فرصت دست داده که در خدمتتون باشم. سپاسگزارم. خب در این بخش از وبینارمون در خصوص عملکرد بیزها تابستان و آمارهایی که در خصوص این بخش داریم بیشتر با هم دیگه میخوایم صحبت بکنیم. یک نگاهی دقیق تر از آن چیزی که قبلا دیده بودیم به این آمارها بندازیم تا اینکه بهتر در خصوص عملکرد این 3 ماهه گذشته در جریان قرار بگیریم و ببینیم که چه کارهایی انجام شده. ممنون میشم اگر اسلاید بعدی رو بیاریم. اولین بخشی که میخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم یکی از مهمترین بخش‌های سازمان بیز هست. عملاً به نوعی میشه گفتش که پل ارتباطی شرکت بیز با تمامی همکاران مستقل، مشتریان عرض شود که شرکت و همه عزیزان. یک آماری رو در خصوص خدمات مرکز تماس با هم دیگه می‌بینیم. همونطور که می‌دونید ما کانال‌های مختلفی برای ارتباط با همکاران مستقل داریم که حالا جلوتر از آقای خلیلی خواهش می‌کنم که یه ذره بیشتر در این خصوص صحبت بکنن. به آمار اگه نگاه بکنیم در خصوص تماس‌های تلفنی که تا الان در طول این بازه بیزها تابستان در طول هولوش 3 ماه داشتیم، هولوش نزدیک به 19,000 تماس تلفنی رو جواب دادن همکاران ما در بخش مرکز تماس. در بخش چت آنلاین که روی کانال ها میبینید نزدیک به 10,000 پاسخ رد و بدل شده بین همکاران ما و همکاران مستقل. در حدود 65,000 پاسخ بر روی از طریق تیکت ها و ایمیل های سازمان دریافت و پاسخ داده شده و در مجموع در هر روز ما میتونیم بگیم که دوستانی که در مرکز تماس هستند در هول و هوش 1000 و اندی، حالا تقریبا بیش از 1000 پاسخ رو در روز دریافت میکنن و مشکلات مرتبط با همکاران، سوالهایی که دارن و مسائل مرتبط با اون رو پاسخ میدن. یه نکته مهمی که ما در بیز سعی کردیم با توجه به اهمیتی که جایگاه همکاران و البته مشتریان برای ما دارن در بیز داشته باشیم، نقشی تحت عنوان وکیل مدافع مشتریان هست. اگر به هر علتی از کانال‌های مختلف ارتباطی ما پاسخ مناسبی رو نتونن دوستان دریافت بکنن، موارد به ایشون ارجاع میشه و ایشون سعی میکنن که در سازمان ریشه یابی بکنن، مشکل رو برطرف بکنن و پاسخ مناسبی رو هم عملا به همکار مستقلمون ارائه بکنن. در طول بیزها تابستان در هول و هوش 270 پاسخ از طریق وکیل مدافع مشتری به مشتریان عزیز داده شده و به صورت میانگین هم به عرض شود که هر تماس فروشندگان ما 8 پاسخ ارائه شده. من خواهش میکنم از آقای خلیلی در خصوص کانال‌های مختلف ارتباطیمون با همکاران مستقل بیشتر صحبت کنیم. متشکرم. ما خب از گذشته یکی از راه‌های ارتباطی که داشتیم بحث تیکتینگ بود که در وبسایت بیز قرار داره، همینطور در اپلیکیشن‌های موبایل بیز همکارانمون میتونن که از طریق اپلیکیشن و وبسایت تیکت ثبت بکنن، اگر که موردی دارن، مشکلی دارن پیگیری کنن. به تازگی ما راه ارتباطیمون رو گسترش دادیم، اطلاع رسانی‌هامون رو از طریق واتساپ انجام میدیم. اگر که موردی باشه یکی از راه ارتباطیمون شده اطلاع رسانی‌هامون از طریق واتساپ. همینطور بحث گفتگوی آنلاین رو اضافه کردیم به وبسایت. گفتگوی آنلاین به این صورت کار میکنه که همکارانمون از طریق دفتر کاریشون میتونن وارد بخش گفتگوی آنلاین بشن، در لحظه بتونن با پشتیبانی در ارتباط باشن، مشکلاتشون رو مطرح کنن و در لحظه مشکلشون پیگیری و رفع و رجوع بشه. همینطور یکی از قابلیت‌هایی که ما به تازگی اضافه کردیم برای خود همکارانمون هست که همکاران در وبسایت شخصیشون میتونن اگر که مشتریان نهایی مشکلی داشته باشن، مشکلاتشون رو در قالب تیکتینگ که اضافه شده پیگیری کنن و در واقع پاسخگوی مشتریان نهایی باشن. خیلی هم عالی و متشکرم از توضیحاتتون در خصوص خدمات مرکز تماس. توی اسلاید بعدی یک نگاه خیلی گذرا و سریع رو در خصوص اطلاعات مرتبط با بخش عملیات ما در خصوص انبارها و مراکز و زیرساخت‌هایی که در این حوزه وجود داره ارائه می‌کنیم. جناب خلیلی در خدمت.
ما کانال‌های مختلفی داریم که مشتریان نهایی همکارانمون میتونن از طریق اپلیکیشن و وبسایت خود بیز، اپلیکیشن بیز اپ، همینطور سایت‌های فروش شخصی که همکارانمون درخواستش رو ثبت میکنن و بهشون تخصیص داده میشه، میتونن در واقع اون سبد کالایی ما رو ببینن، جستجو انجام بدن. ما طی 3 ماهه بیزهاب تابستان طی آنالیزی که داشتیم بیش از 1,200,000 جستجوی یکتا ثبت شده توی سیستممون که شامل 475 محصولمون که سبد کالایمون رو تشکیل میدن بوده. همینطور ما 16 مرکز دیرساختی داریم که یه بخشی از اون اختصاص پیدا کرده به سرورهامون که در دیتا سنترهای مختلف قرار دادیم و در واقع این قابلیت رو به ما داده که بتونیم بدون اینکه اختلالی در سیستم ایجاد بشه، در صورتی که هر مشکلی باشه بتونیم سویچ کنیم بین سرورهای مختلف. در واقع تا جای ممکن ما سعی کردیم که نذاریم اختلالاتی که پیش میاد تو هر زمینه‌ای سرویسمون رو از دسترس کاربرانمون خارج کنه. و از 2 CDN استفاده کردیم که خب خیلی رایج نیست، یعنی ما اومدیم و 2 سرویس CDN رو به کار گرفتیم تا در صورتی که هر یک از سرویس‌های CDN که خودشون به ندرت پیش میاد که از دسترس خارج بشن یا مشکلی پیش بیاد، ما کماکان بتونیم سرویسمون رو آپتایمش رو حفظ کنیم و خوشبختانه طی آنالیزایی که کردیم خیلی وضعیتمون استیبل و پایدار شده و خوشبختانه تقریبا میشه گفت اختلالی نداریم رو سرویس. بسیار عالی. در خصوص انبارهای بیز شاید بد نباشه ما اعلام بکنیم به تقریبا 6,000 نفر از دوستانی که در حال حاضر در این وبینار شرکت دارن میکنن، ما ظرفیت کالایی که در روی انبارهای بیز داریم در حال حاضر هولوحش 4 میلیون ظرفیت پردازش انبارهای ما هستش که حالا جلوتر در خصوص انبار مکانیزه برنامه‌های آینده یه ذره صحبت می‌کنیم برای افزایش ظرفیت انبارمون. و در حال حاضر پتانسیلی که توی انبار وجود داره برای ظرفیت روزانه پردازش تعداد کالایی در هولوحش 40,000 پتانسیل ما حدوداً 40,000 کالا در روز هست. تا اونجایی که میدونم یه سری برنامه‌هایی ما داریم در خصوص مکانیزه کردن انبار جدیدمون. در این خصوص هم اگر توضیحی به ما بدید. بله حتما. ما خب همونطور که مستحضر هستین خب یک انبار مکانیزه داریم که در واقع ظرفیت پردازش تعداد بالایی سفارش رو در روز فراهم کرده. خوشبختانه تایم رسیدن محصولات به دست مشتریان نهایی خیلی کمتر شده. به تازگی داریم یک انبار مکانیزه دیگه راه اندازی می‌کنیم که این ظرفیت رو افزایش بدیم و انشالله به ظرفیت 40,000 سفارش در روز دست پیدا کنیم. خیلی عالی و متشکرم ازتون. در حال حاضر با توجه به ظرفیت‌هایی که ما داریم، مدت زمانی که بین سفارش گذاری عزیزان بر روی سایت یا حالا سایر کانال‌های فروش ما وجود داره تا زمانی که سفارشات بسته‌بندی میشه و تحویل عرض شود که واحد توزیع میشه در حدود 23 ساعت هست که امیدواریم با راه اندازی انبار جدید و افزایش ظرفیت‌ها هرچه سریعتر بتوانیم این سفارشات رو بسته‌بندی بکنیم، در اختیار واحد توزیع قرار بدیم و این ظرفیت رو به اصطلاح بالا ببریم و سرعت سرویس دهی رو کاهش بدیم. سرعت رو افزایش بدیم. روی اسلاید بعدی در خصوص امکانات ویژه‌ای که برای کاربران چه در بیزهاب تابستان دیده شده و در اختیارشون قرار گرفته و چه امکانات جدیدی که در قالب بیزهاب پاییز قرار هستش که رونمایی بشه و در اختیار کاربران قرار بگیره، ممنون میشم توضیحات رو ارائه. اگر که اجازه بدین من یه توضیحی بدم که هر کدوم از مواردی که در بیزهاب تابستان داشتیم به چه صورت بوده، بعدش مواردی که اضافه شده به هر کدوم از در واقع هم سایت شخصیمون هم بحث پست اکسپرس. خب ما در بیزهاب تابستان بحث سایت فروش شخصی رو اضافه کرده بودیم که به همکارانمون این امکان رو میدادیم که درخواست ثبت کنن، یک سایت فروشگاهی با زیردامنه دلخواه خودشون داشته باشن، در اون بتونن گروه کالاهایی که مد نظرشون هست روش تمرکز فروش داشته باشن رو به فروش برسونن، مشتریان نهاییشون مستقیما وارد وبسایتشون بشن، از زیردامنه اختصاصیشون خریدشون رو ثبت کنن و بدون اینکه درگیر فرآیند ارسال محصول بشن مستقیما محصول رو دریافت کنن. همینطور یک آپدیت بزرگ روی اپلیکیشن بیز اپمون داشتیم که همین امکانات رو در قالب اپلیکیشن در اختیار مشتریان نهایی قرار میدیم. مشتریان نهایی اپلیکیشن بیز اپ رو نصب میکنن، کد در واقع بازاریابی همکاران رو وارد میکنن، ثبت نام میکنن و خریدهایی که از طریق بیز افیلیت ثبت کنن مستقیما در جایگاه همکاران مستقل ثبت میشن.
ویژگی جدیدی که داریم ما به زودی در واقع لانچ می‌کنیم و در اختیار همکاران قرار میدیم بحث پست اکسپرس هست. پست اکسپرس این قابلیت رو میده که همکارانمون در وبسایت بیز، اپلیکیشن های بیز، همینطور تمامی مشتریان نهایی که از اپلیکیشن بیزاپ استفاده میکنند و یا از سایت فروش شخصی بتونن از در واقع سرویس های توزیع کننده متنوعی استفاده کنن، بتونن سرویسی که میخوان از طریق اون در واقع ارسال محصول انجام بشه رو انتخاب کنن. همینطور قابلیت پس کرایه رو داریم اضافه میکنیم، یعنی مشتریان و همکاران میتونن انتخاب کنن که در لحظه ثبت سفارش هزینه ارسال رو پرداخت نکنن، بلکه هزینه ارسال مستقیما زمانی که محصول رو میخوان دریافت کنن در زمان تحویل گرفتن کالا پرداخت بشه. همینطور یکی از ویژگی‌های خوبی که ما، یه ویژگی خیلی خوب و ویژه‌ای در واقع میخوام معرفی کنم، بحث وبینار شخصی در سایت فروش شخصی هست. این وبینار چیکار میکنه؟ این قابلیت در واقع همکارانی که سایت فروش شخصی دارن میتونن درخواست ثبت کنن، زمانی که درخواست بدن یک وبینار به اسم خودشون در واقع تعریف بشه، بتونن مستقیما برای مشتریان نهاییشون ارائه کنن محصولاتشون رو، مستقیما باشون در ارتباط باشن و در این ارتباطی که شکل گرفته در این گفتگو مستقیما محصولاتشون رو در لحظه به فروش برسونن. فرض کنید همکار مستقلی سایت فروش شخصی داره، میگه من میخوام یک روز در هفته، یک روز در ماه که انتخاب میکنم یک وبینار داشته باشم به اسم خودم برگزار کنندش باشم. درخواستش رو ثبت میکنه، تایید میشه، حالا وبینار رو برگزار میکنم، در عین اینکه مستقیما با مشتریان خودم در ارتباطم، میتونم باشون گفتگو داشته باشم، کامنتاشون رو ببینم، سوالاتشون رو پاسخ بدم، انتخاب کنم که میخوام در این وبینار معرفی فلان محصول رو داشته باشم، یک محصول رو انتخاب کنم یا یک گروه محصول و معرفی محصول رو داشته باشم، مشتریان همون لحظه بتونن اون محصول رو به سبد خریدشون اضافه کنن و خریدشون رو انجام بدن. بسیار عالی، متشکرم از شما. خب همونطوری که صحبت کردیم ما کانال‌های فروش متفاوتی رو برای در شرکت بیز برای همکاران در نظر گرفتیم و یکی از مزایای مهمی که ما داریم این هستش که فقط از فروش فیزیکی و حضوری فاصله گرفتیم و میتونیم بگیم که یه بخش عمده‌ای از فروش‌های ما از طریق کانال‌های آنلاینمون داره انجام میشه و زحماتی که دوستان در واحد توسعه نرم افزار میکشن. همونطور که میبینید به لطف این کانال‌های فروش آنلاین مختلفی که داریم عملاً ما میتوانیم کل نقشه ایران رو ببینیم، نقاطی که عملاً فروش از فاکتورهای فروش مختلف ثبت شده از روی درگاه‌های مختلف ما و همونطوری که می‌بینید با توجه به حالا تمرکزهای مختلفی که وجود داره در حال حاضر کل پهنه کشورمون رو در شرکت بیز عملاً به نوعی پوشش میده و سفارشات رو در نقاط مختلف ما داریم. توی اسلاید بعدی اگر نگاه بکنیم پراکنش نحوه سفارشگذاری رو در تاریخ‌های مختلف و در ماه‌های مختلف می‌بینیم در طول بیزهاب تابستان. اگر نکته‌ای هست در خصوص این مطلب. یکی از نکات جالبی که ما زمانی که داشتیم بررسی می‌کردیم بازدید کاربران رو متوجه شدیم اینه که یه پیک ترافیکی داریم ما توی سایت روزهای آخر ماه، خصوصا 2 روز آخر ماه و روز اول ماه که بیشترین بازدید سفارشامون و در این بازه زمانی ثبت شده. همونطور که ملاحظه می‌کنید می‌تونید ببینید که تیر، مرداد، شهریور ما چه روزهایی بیشترین بازدید رو داشتیم. این یکی از نکات جالبی بود که جا داشت بهش اشاره کنیم. بسیار. اما همونطور که گفتیم ما روش‌های پرداخت هزینه مختلفی داریم. در خصوص اینها هم توضیح بفرمایید ممنون. حتما. خب ما 44% سفارشاتمون به صورت حضوری از طریق فروشگاهمون بیزشاپ ثبت میشه، مستقیما به صورت حضوری خریداری میشه. 56% سفارشاتمون حدود 56% سفارشاتمون از طریق کانال‌های آنلاینیه که ما توسعه دادیم، به صورت نرم افزاری در اختیار همکارانمون قرار دادیم که خود این بخش آنلاین، اگر که اسلاید بعدی رو همکاران محبت کنن، خود این بخش فروش آنلاین ما تقسیم میشه به وبسایت و اپلیکیشن که میتونیم بگیم 70% سفارشات ما تقریبا از طریق کانال وبسایت فروش شخصی همکاران مستقل و وبسایت خود بیز ثبت میشه. حدود 30% از طریق اپلیکیشن بیز افیلیت و اپلیکیشن های خود بیز، اپلیکیشن های اندروید و آی او اس داره ثبت میشه. این در واقع اون ابزارهای مختلفی است که ما در اختیارشون قرار دادیم و به این صورت ترکیب بسیار دقیقاً نشون دهنده اینه که ابزارهای آنلاین ما عملاً سهم بیشتری در فروش ما داره.
در آخرین بخش این اطلاعات و آمار عملکردی که در اختیارتون قرار میدیم در خصوص تفکیک دموگرافیک اطلاعات همکاران مستقل و مشتریان رو میبینیم. در حال حاضر در شبکه فروش شرکت در حدود 70% شبکه رو آقایان تشکیل میدن، حدوداً 30% شبکه رو بانوان ما تشکیل میدن و همونطور که میبینیم توزیع سنی همکاران مستقل ما در عرض شود که بازه های مختلف رو میبینید. حدوداً 1/3 همکاران مستقل ما در بازه 18 تا 24 سال هستن که عملاً قشر جوان رو تشکیل میدن که در شبکه فروش قرار دارن و حالا تا بالا درصدهای مختلف رو مشاهده می‌فرمایید. حدوداً 30% دیگه هم در بازه 35 تا 45 سال قرار دارن. و نکته مهمی که وجود داره، توی اسلاید قبلی ما درباره اطلاعات دموگرافیک همکاران مستقل صحبت کردیم. در این اسلاید ما در خصوص اطلاعات مرتبط با بازدید کنندگان کانال‌های مختلفمون داریم صحبت می‌کنیم. منظور ما از بازدید کننده عزیزانی هستش که روی سایت، روی عرض شود که کانال‌های دیگه ما اومدن چندین بار سرچ‌های مختلفی رو انجام دادن. همونطور که می‌بینید علی‌رغم اینکه ما 70% همکاران مستقلمون رو آقایان و 30% رو بانوان تشکیل میدن، ولی در قشر بازدید کنندگان تا حدودی میشه گفتش که این عرض شود که اطلاعات تغییر میکنه. در حدود 48% بازدید کنندگان کانال‌های ما، کانال‌های فروش ما آقایان هستن و حدوداً 52% اون رو بانوان محترم تشکیل میدن که این به نوعی نشان دهنده این هستش که ما شاید میشه گفتش که مشتریان بیشتری در میان بانوانمون داریم. این اطلاعات کلی بود که مرتبط با بیزها به تابستان بود. بیز همیشه یک گام جلوتر.